هیچکس فکرشو نمیکرد دانشجو حقوقی که لبخندش دلها رو میبره روزی به عنوان یکی از مخوف‌ترین قاتلان زنجیری تاریخ شناخته بشه. دهه 70 میلادی بود. آمریکا پر از شوره‌ها. جوونا دنبال آزادی، موسیقی و اشغال بودن. خیابونا پر از انرژی بود. همه فکر می‌کردن دنیا امن و آینده روشنه. ولی خب همیشه زیر این ظاهر قشنگ یه سایه‌ای هم هست. یکی از اون سایه‌ها اسمش تد باندی بود. باندی سال 1946 به دنیا آمد. بچگیش خیلی هم ساده نبود. خانواده‌اش داستانای پیچیده داشتن. خودش هم همیشه یه جور حس تنهایی باهاش بود. همین باعث شد از همون اول یاد بگیره چطور باید نقاب بزنه. یعنی جلوی بقیه آدم عادی و خوش اخلاق باشه، ولی پشت پرده چیز دیگه بود. وقتی بزرگ شد رفت دانشگاه حقوق خوند. یه جوون موفق خوشتیپ و باهوش. همه میگفتن شخصیتش کاریزماتیکه. تو جمع میدرخشه. حتی تو فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم شرکت میکرد. خودش رو آدم مسئول نشون میداد و خلاصه کسی شک نمیکرد که پشت این لبخند یه ذهن تاریک خوابیده. باندی یه وسواس خاص هم داشت. زنایی که موهای بلند و فرق وسط داشتن براش جذاب بودن. این علاقه کم کم تبدیل شد به یه الگوی خطرناک. ولی اون موقع هیچکس نمیدونست این سلیقه ساده یه روز به کارهای وحشتناک ختم میشه. ماشینش هم خیلی معمولی بود، یه فولکس واگن بیتل قهوه‌ای، ماشینی که بعدها شد نماد کارهای وحشتناکش. رفتار اجتماعیش هم خیلی خوب بود. با لبخند و حرفای شیرین راحت اعتماد آدم‌ها رو جلب می‌کرد. این توانایی بعدها شد ابزار اصلی شکارش. ولی اون موقع همه فکر می‌کردن این یه ویژگی مثبت اونه. دهه 70 آمریکا پر از جنبش‌های اجتماعی بود. زن‌ها دنبال حقوق برابر بودن. جوان‌ها علیه جنگ ویتنام اعتراض می‌کردن و جامعه در حال تغییر بود. تد باندی هم تو همین فضا مثل یه آدم عادی دیده می‌شد. کسی بهش شک نمی‌کرد. اما پشت این ظاهر یه چیزی در حال شکل گرفتن بود. وسواس‌ها و خشم‌های درونش کم کم راهی برای بیرون زدن پیدا می‌کردن. هیچکس خبر نداشت ولی سایه تاریکش داشت بزرگ می‌شد. سایه‌ای که خیلی زود آرامش خیابون‌های آمریکا رو به کابوس تبدیل می‌کرد. سال 1974 همه چیز تازه داشت رنگ عوض می‌کرد. توی ایالت واشنگتن دخترای دانشجو یکی یکی ناپدید می‌شدن. اولش کسی جدی نمی‌گرفت. فکر می‌کردن شاید فرار کردن یا رفتن دنبال زندگی خودشون. ولی وقتی تعدادشون زیاد شد همه فهمیدن یه چیزی درست نیست. پلیس هیچ سرنخی نداشت. فقط خانواده و دوستان میگفتن دخترها آخرین بار کنار دانشگاه یا کتابخونه دیده شدن. همه چیز خیلی مبهم بود. انگار یه نفر درست وسط روز جلوی چشم همه دخترها رو میبره و هیچکس نمیفهمید چطور. اینجا بود که اسم تد برای اولین بار وارد پرونده شد. تابستون همون سال دو تا دختر تو ساحل دریاچه سامامیش ناپدید شدن. شاهدها گفتن یه مرد خوش‌چهره و مؤدب با دست گچ گرفته از دخترها خواسته کمکش کنن تا قایقش رو جابجا کنه. همین شد اولین سرنخ جدی. اما مشکل این بود که تد اسم خیلی رایجی بود. پلیس نمیدونست دنبال کی باید بگرده. فقط یه تصویر ذهنی داشتن. مردی خوش‌تیپ با دست گچ گرفته که خیلی راحت اعتماد آدم‌ها رو جلب می‌کنه. ماشین فولکس واگن بیتل قهوه‌ای رنگش هم کم کم وارد داستان شد. بعضی شاهدها گفته بودن دخترها رو آخرین بار کنار یه ماشین کوچیک قهوه‌ای دیدن. ترس توی شهر پیچید. دخترای جوان دیگه تنها بیرون نمی‌رفتن. خانواده‌ها وحشت زده بودن. و روزنامه‌ها تیتر می‌زدن خطر در کمین دختران جوان. باندی خیلی زرنگ بود. بلد بود چطور خودش رو قایم کنه. حتی وقتی پلیس دنبال سرنخ میگشت، اون تو کمپین‌های سیاسی داوطلب میشد و خودش رو آدم اجتماعی نشون میداد. همین تضاد باعث شد هیچکس بهش شک نکنه. هدفاش معمولا دخترای دانشجو بودن، جوون و باهوش و پر از امید. همین موضوع جامعه رو بیشتر شوکه میکرد. تو همین سال‌ها گزارش‌های مشابه از ایالت‌های دیگه هم رسید. انگار متهم داشت سفر میکرد و هر جا میرفت نفر جدیدی پیدا میکرد. این موضوع پرونده رو پیچیده‌تر کرد. دیگه فقط یه شهر درگیر نبود، چند تا ایالت مختلف درگیر شده بودن. با این حال اسم تد در ماشین فولکس واگن قهوه‌ای کم کم تبدیل شد به تنها سرنخ جدی پلیس. ولی هنوز راه زیادی مونده بود تا بفهمن این تد کیه و چطور باید دستگیرش کنن. چند ماه بعد پاییز سال 1974 ماجرای دختری به نام کارول توی مرکز خرید در حوالی سالت لیک سیتی رخ داد. تد با اعتماد به نفس رفت جلوش و خودش رو کارگاه پلیس معرفی کرد. حتی نشان پلیس رو هم بهش نشون داد و گفت ماشین هدف دزدی بوده. باید بیای برای گزارش. کارول 18 ساله و خجالتی به اعتبار مقام پلیس همراهش شد. تا اینجای کار همه چیز از نظر دختر قانونی و قانع کننده به نظر می‌رسید. دقیقاً همون چیزی که باندی بلد بود بازی کنه. اما چند دقیقه که گذشت مسیر تد عوض شد. کارول شک کرد و همون لحظه تد تلاش کرد دستبند بهش بزنه. کارول وحشت زده بود اما جنگید و دست و پا زد. اما موفق شد از ماشین بیرون بپره و فرار کنه. این فرار نقطه چرخش پرونده بود و برای اولین بار یه شاهد زنده جزئیات دقیق فریب، ماشین و ظاهر مرد به پلیس گفت.
اون دختر ماجرا رو به پلیس گفت و این روایت به مشاهدات دریاچه سامامیش و الگوی تد با دست شکسته همخوانی داشت. شهادت کارال شد پایه اولین پرونده جدی، ربایش خشن با ابزارهای مثل دستبند و میله فلزی و خودرویی که حالا پلیس میتونست دنبالش بگرده. چند ماه بعد آگوست سال 1975 یک افسر گشت به یک فولکس واگن مشکوک میشه. داخل ماشین دستبند پیدا میشه و تد باندی بازداشت میشه. بعد از تطبیق چهره و شواهد، کارول اونو به عنوان همون مرد رباینده شناسایی میکنه. این شد نخستین محکومیت رسمی باندی برای آدمروی خشن. یک نقطه عطف که پرونده‌های پراکنده واشنگتن، یوتا و کلرادو رو به هم وصل کرد. اما باندی استعداد دیگه هم داشت. اونم فرار بود. اولین بار سال 1977 وقتی توی دادگاه کلرادو بود، از فرصت استفاده کرد. چون خودش وکیل مدافع خودش بود، اجازه داشت بدون دستبند و پابند به کتابخونه دادگاه بره. اونجا برای لحظه‌ای تنها شد و به پنجره طبقه دوم نزدیک شد و پرید بیرون. درست مثل یه صحنه سینمایی. چند روز توی جنگل‌ها و کلبه‌های خالی مخفی شد. ولی بعد از 6 روز دوباره دستگیر شد. اما این پایان کارش نبود. چند ماه بعد دوباره نقشه فرار کشید. این بار توی زندان. تد شروع کرد به کم کردن وزن. رژیم گرفت تا بدنش لاغرتر بشه. بالای سلولش یه سوراخ برای چراغ بود که نصب نشده بود. اون سوراخ رو بزرگتر کرد و از اونجا داخل کانال‌های تهویه رفت. برای اینکه نگهبانا فکر کنن هنوز توی تختشه، چند تا کتاب و پتو رو زیر ملحفه گذاشت تا شبیه بدنش بشه. وقتی نگهبانا شب اومدن فکر کردن اون خوابیده. اما اون از کانال‌ها رد شده بود و خودش رو به رختکن زندان رسوند. چند تا لباس پیدا کرد و پوشید و خیلی راحت از زندان رفت بیرون. این فرار دوم خیلی حرفه‌ای‌تر بود و پلیس رو کاملا شوکه کرد. بعد از فرار دوم باندی به فلوریدا رفت. ولی این بار کاراش خیلی سریع لو رفت. ژانویه 1978 حمله وحشیانه به خوابگاه دخترانه در فلوریدا همه چیز رو تغییر داد. نیمه شب وارد شده چند نفر رو به طرز وحشتناکی مورد حمله قرار داد. 2 نفر جونشون رو از دست دادن و چند نفر دیگه هم زخمی شدن. چند هفته بعد پلیس بالاخره تونست دستگیرش کنه. این بار دیگه هم مطمئن بودن با یه آدم دیوونه طرفن. دادگاهی باندی تبدیل شد به یه نمایش بزرگ. توی دادگاه با همون لبخند سرد و اعتماد به نفس ظاهر میشد. انگار نه انگار که داره در مورد جرم‌های وحشتناکش محاکمه میشه. حتی بعضی وقتا با خبرنگارا شوخی میکرد. انگار یه ستاره سینماییه نه یه مجرم. اما شواهد خیلی محکم. شاهدای زنده مثل کارول و دختره خوابگاه شهادت دادند. پلیس مدارک رو نشون داد و جنایت فلوریدا دیگه هیچ راه فراری براش نذاشت. هیئت منصفه خیلی سریع به نتیجه رسید. سال 1979 حکمش صادر شد. ولی باندی باز هم تلاش کرد بازی کنه. درخواست تجدید نظر داد. پرونده ها رو کش داد. و حتی سعی کرد با اطلاع در مورد جرم‌هاش زمان بخره. هر بار که به دادگاه میومد، رسانه‌ها پر می‌شدن از عکس‌ها و خبرها. انگار همه دنیا چشم به این مرد دوخته بود که چطور تا آخرین لحظه میخواد خودش رو بیگناه نشون بده. تو همین سالها بالاخره تد اعتراف کرد. گفت بیش از 30 نفر رو از بین برده. ولی خیلی معتقدن که تعداد خیلی بالاتر از این حرف بود. اعترافاش پر از جزئیات وحشتناک بود، چیزایی که نشون میداد ذهنش چقدر تاریک و بیمار بوده. تا سال 89 همه راههای قانونی بسته شد. صبح 24 ژانویه تد باندی در زندان فلوریدا روی صندلی الکتریکی نشست. وقتی جریان برق وصل شد، پرونده یکی از مخوف‌ترین قاتلان زنجیره‌ای تاریخ هم بسته شد. خب دوستان، اینم از داستان امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برای حمایت از من لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.